هفته خبر تو خبر داره براتون از چرت و پرت پرونی رسانه‌های درونی و برون مرزی نظام که بعد از مواجه شدن با سیل محکومیت و نفرت جهانی بدون سناریوی یک دست افتادن تو خط ماسمالی غلط کردشون تو عراق. چراغ اول رو عدنان چاخان به عنوان نماینده دولت عراق روشن کرد. There was no attack from outside against the camp. Some angry Ashraf residents came out and attacked the brigade protecting the camp, killing 3 soldiers and wounding 4 in the clashes. در حالی که دولت عراق تو کوچه علی چپ میپلکید و کی بود من نبودم میکرد، تیویریش نظام رفت یک نوباوه اطلاعاتی رو برد تا یک متن حفظ شده رو قرقره کنه. اما طرف اینقدر حواسش رفت به افو و فیگور جلوی دوربین که سوتی داد و دوباره پای دولت و ارتش عراق رو کشید وسط. خود دولت عراق بارها و بارها به اعضا و سرکردگان اونها بابت تخلیه پادگان اشرف و تخلیه و خارج شدن از خاک عراق اخطار داده بود. 19 فروردین ماه سال 90 یک درگیری تقریبا حالا مشابه همین حادثه در پادگان اشرف رخ داد میان در واقع نیروهای ارتش عراق و اعضای سازمان تیویریش که معمولاً در وفاداری به واقعیت در خبررسانی ید طولایی داره، تو این زمینم وقتی دیگه خواست خبر دست اول تحویل بیننده هاش بده، این کارشناس تو بغداد رو کرد که قصد داره با این گزارش جایزه بهترین خبرنگار سال رو بگیره. اون چه که مطرح هست و واقعیت بایستی بگیم داره اینه که اختلافات درونی شدت گرفت. موضوعی که در اردوگاه اشرف رخ داده یک نوع تصفیه درونی بوده. بعدم برای برطرف کردن همه شک ها به یک منبع خیلی موثق اشاره میکنه. خدمتتون باید عرض کنم دقایقی قبل من گفتگویی رو با سفیر کشورمون در عراق داشتم. ایشون هم اذعان کردن اخباری که ما داریم نشون دهنده اختلافات شدید میان منافقین هست. حالا اگه فکر میکنید که تیویریش اند نوآوری در دروغ و وقاحته، پس صبر کنید که حرفای این یارو کارشناس بیبیریش رو هم بشنوید و بعد قضاوت کنید. ولی مشکل این هستش که سازمان مجاهدین همیشه وقتی این درگیری‌ها اتفاق میفته بسیار قلوف میکنه و در واقع داستان اصلی رو نمیگه. مجاهدین خلق میگن که اینها بدون هیچ دلیلی به ما حمله کردن و 44 نفر از ما رو کشتن. از طرف دیگه حکومت عراق حداقل بعضی از مقامات در حکومت عراق اعلام میکنن ما اصلا وارد نشدیم. داستان سومی وجود داره که این هستش که 5 تا خمپاره یا 4 تا یا 5 تا خمپاره اینجا افتاده باعث آتش سوزی و کشتن عده‌ای شده. این باعث عصبانیت اینها شده، حمله کردن بیرون و این سربازانی رو که اطراف هستن شروع کردن باشون درگیر شدن که باعث کشته شدن تعدادی از سربازان شده، در حالی که اینها میخوان که یک سازمان باقی مونن در عراق، حداقل عده‌ای از اینها. این باعث درگیری‌های دو طرف میشه. این هم مشکل بسیار بزرگی هست. سپاسگزارم از قسان آشور، روزنامه‌نگار در بغداد. با ورود این یارو که به نظر میاد بیانیه نویس خوبی هم برای سپاه پاسداران میتونه باشه، باغ وحش کارشناسان نظام تکمیل میشه. عدم هماهنگی این جک و جونورها در توجیه این قضیه هم انعکاسی از وضعیت بیریخت بیت عظماست که توش هیچ خطی پیش نمیره. یه چیزی توی این مایا. شیخ فری که تازه پشت ماشین مشتی ممدلی نظام نشسته هنوز نیومده با بحران‌های مواجه شد که کم کم داره دستش میاد که این ماشین جلو که نمیره هیچ، همه چیزش هم داره میریزه.
از اونجایی که در این شرایط بحرانی دیگه حتی وافور هم برای تسکین درد خامنه‌ای کارایی خودش رو از دست داده، این کارشناس رو آوردن تا برای کاهش استرس یک شیوه جدید یاد سیدعلی بده. من میخوام یه تکنیک رفتاری دم دست بگم. هر وقت دیدیم حالمون خیلی بده، خیلی به هم ریخته ایم، آقا چند تا نفس عمیق بکشیم ببینید اثرش چقدر میتونه. همین ریلکسیشن رو حتما شنیدین، تن آرامی. خب استفاده بکنیم از این بحران ها. خب توی بحران ها استفاده بکنیم. انقباض و انبساط عضلانی همراه با نفس عمیق. مچ تو، آرنج تو، فشار بده دست راست تو تا اونجا که میتونی فشار بده. فشار. بعد حالا رهاش کن. یعنی واقعا بنداز دستتو و رها کن. از اونجایی که این شیوه ها اگر تأثیری داشته باشه زود گذره، برای حل ریشه‌ای بحران خشم مردم این حجت الاسلام ضد شورش اومد تا با کلام سحرآمیزش همه اعتراضات اجتماعی رو یکجا خفه کنه. گاهی ممکنه به یک مشارکت هایی که توش معصیته، توش خدای نکرده گناهه، همکارا با هم جمع بشیم مثلا بریم فلان کار رو بکن، جمع بشیم فلان اعتراض بیجا رو مثلا خدای نکرده داشته باشیم، یا جمع بشیم فلان کار رو تعطیل کنیم، یا بر گناه مشترک نشید. بعد از اینکه این آخوندماندگاری چند دور روزه اندر باب تأثیرات منفی ماهواره خوند، النهایه نتیجه حرفاش توی یک ایمیل اینجوری منعکس شد: من و خانوادم همه شبکه‌های ماهواره رو نگاه میکنیم و هیچ تأثیری هم روی ما نذاشته. این موضوع به جنبه داشتن آدما برمیگرده. این عزیز خبر نداره از روزی که ماهواره نگاه میکنه احتمالاً حال نمازش عوض شده، احتمالاً نگاهش نسبت به قرآن و دعا و روزه یکم عوض شده، نگاهش نسبت به آخرت و معنویت عالم عوض شده، احتمال نمیده نسل سوم و چهارمش نسبت به دین و دستورات دین کم قید بشن. اینا رو خبر داره، همه اینا رو چک کرده، آخرت رو چک کرده، چند نسل بعدش رو چک کرده، باطن خودش رو چک کرده، روح خودش رو چک کرده. هیچ کدوم از اینا آسیب ندیده؟ نه، هیچی آسیب ندیده جز دکور صورت ولایت. پایین کشیده شدن عکسای منحوس خامنه خمینی، این هم نوع دیگری از پایین کشیدن عکسای این جلادان و دجالانه. بعد از آخوند مترو و خانواده، آخوند ورزش و فوتبال هم در دستور کار حوزه قرار گرفته تا هیچ کدوم از عرصه‌های زندگی مردم از حضور آخوند بی نصیب نمونه. پرشور مثل همیشه. شما استقلالی هستی یا پرسپولیسی؟ مال تیم خاصی نیستم. تیم ملی است. اولین گامی که تو این قضیه برداشته میشه این فاصله بین روحانی‌ها و جوان‌ها برداشته بشه. این اولین هدف ماست. بعد در کنار این فقط هم احکام نیست، بحث‌های مشاوره است، بحث مسائل اعتقادی، سوال‌های اعتقاد و سوال‌های شریک تو ذهنشونه. یک نمونه افراطی از تلاش برای رسیدن به این هدف حجت الاسلام مارادوناست که برای کم کردن این فاصله حتی عبا و عمامه رو هم به باد داده. گاهی میدان ورزشی برای یک طلبه میتونه از منبر و محراب مؤثرتر باشه برای تاثیرگذاری، مخصوصا در عزیزان جوانان ما که نیاز شدید دارن به این چیزهای روحی و روانی. اینا منافاتی با هم دیگه نداره عزیز. لباس روحانیت، لباس معنویت و از قدیم هم شما حتما خاطر مبارکتون هست میدان ورزش هم میدان معنویته، در مرحله اول میدان روحانیته. این که آخوندا میخوان به زور پاشون رو تو رکاب فوتبالیستا بکنن یه چیزی شبیه موتورسواری سه ترکه است که عاقبت نداره. البته آخوندهای محافظه کارتر که میخوان تو عرصه موتورسواری به جایی برسن کارشون رو با این سیمیلاتور شروع میکنن.
قشنگی که این هفته کارش رو به شمخانی تحویل داد و رفت این یارو جلیلی بود که از خودش یک جمله به یاد موندنی باقی گذاشته که هنوز تو آکسفورد دارن روش کار میکنن تا معنیش رو بفهمن. اگه یادتون باشه تو فیلم تبلیغاتیش برای حل مشکل اقتصادی ایران جمله‌ای گفت که جایزه بی‌معنی ترین جواب سوال رو از آن خودش کرد. اصلی ترین مشکلش برداشت این نیست که مثلا اگر در اینجا ما الان در این کشور هستیم، شما تو این کشور مثلا اینها مثلا به زخونهشون مثلا چی داره، ما مثلا بگیم نه ما برعکسش داریم، نه همینا دیگه، بالاخره مثلا اون اقتضاعاتش اینه. مشنگ بعدی این کارشناسه که ظاهراً از مشاوران ویژه نمایندگان مجلس بوده، چون برای پر کردن اوقات فراغت یعنی تمام اوقات نماینده های مجلس این پیشنهادو میده. اگه کسی آسودگی داره، لحظات بیکاری فراغت داره، خب یکیش میتونه چرت زدن باشه. خب بس به عادت دیگه، یکی یه چایی میخوره چرت میزنه، یکی شیر چایی میخوره چرت میزنه، یکی پولکی میخوره چرت میزنه، من وقتم دیگه. بعد چرت های زیبا، حالا سن بره بالا، شما شاید تجربه دارین، خیلی لذت بخشه. چرت زدن ها یه فضایی به وجود میاره که شما تعجب میگه این همه انرژی گرفتید. مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه 6 دقیقه. گاهی وقتا نماینده‌های مجلس هم تو مجلس چرت میزنن. واقعا خواستن انرژیشون بیشتر شه برای اون قسمتی. یه خورده ایراد داره ولی تیبیریش اومد تو زمینه حقوق بشر آس رو کنه. رفت تو یکی از کانال‌های انگلیسی زبانش یک زن بسیجی رو جای کارشناس حقوق بشر غالب کنه. In the studio we have the pleasure of being joined by Ms. Elham Akhundan, human rights expert and also an international law expertise. اما ظاهراً روی سواد این کارشناس حقوق بشر زیادی حساب کرده بودن و فکر میکردن که میتونه با روخونی از روی متنی که براش نوشته بودن تروریسم رو تعریف کنه. And terrorism is it's about violence and create terror on innocent people. And I want to say that. Okay. Let me bring. آخه شما رو با اون فیستون چه به حقوق بشر کارشناس میاری؟ حداقل یکی بیار روخونی بلد باشه. در انتها توجه شما رو به یک جوون ورزشکار جلب میکنیم که ظاهرا تو راه رفتن با 2 پا مشکل داره و برای ترددات معمول ناچاره از دستاش هم کمک بگیره.